نسب‌های مختلفی رو میتونید بهش بدید. شما میتونید هر شکلی که مد نظرتونه رو خودتون بکشید و گوی براتون اجرا کنه. این خیلی خفنه، یعنی نقاشیاتون هم میتونه براتون بسازه. نسبت به عکسایی هم که بهش میدید میتونه رنگایی که توی عکس هست رو پیک کنه و نسبت به همون رنگا براتون یه چیز خیلی خوشگلی در بیاره. یکی دیگه از جذابیتایی هم که داره اینه که میتونید هر متنی که دلتون بخواد رو بهش بدید و اونم براتون اجرا بکنه. یه هوش مصنوعی هم داره که الان من برم توی برنامه. خب الان من زدم اسپایدرمن، خود هوش مصنوعیش اسپایدرمن کشید و انداخت پشت سرمون. جعبه رو باز می‌کنیم. این جعبه فکر می‌کنم اون گیره هاییه که باید باهاش گویی رو نصب کنیم. خیلی قشنگه. بچه‌ها یه عالمه پیکسل اشکی روشه که این پیکسل ها از یه سمت دارن روشن میشن، یعنی قطعا جایی که میخوایم نصبشون کنیم باید سمتش هم رعایت کنیم. بریم نصبش کنیم، شما هم لایک هم کنید. 3 2 خب بالاخره نصبش کردیم. نمیتونم دقیقا بگم کجا ازش استفاده بکنید، ولی خب نظرتون برام مهمه. برام کامنت کنید ببینم که شما نظرتون چیه. اگه گویی داشتید کجا ازش استفاده میکردید. ما که الان گذاشتیم پشتمون. خیلی ممنونم.